همینطور که داشتم از کنار بازار رضا عبور می‌کردم داخل کوچه پس کوچه های ایدگاه چشمم یک کاروانسرا رو گرفت. کاروانسرای بسیار بزرگی که از بیرون 2 طبقه و از داخل 3 طبقه بود. داخل که شدم درهای خیلی بزرگ و قدیمی و زیبایی رو دیدم. یه حیاط خیلی بزرگی در مرکز این کاروانسرا وجود داره. این کاروانسرا به نام سرای عزیزالله اوف هستش که در سال 1307 هجری شمسی به همت حاج غلام حسین سالم مشهدی برای یک تاجر یهودی ساخته میشه که داد و ستدهای مردم هند و پاکستان و افغانستان در این کاروانسرا شکل میگرفته. البته این کاروانسرا حیات خیلی کوچیک هم پشت اون داره، درهای خروجی زیادی داشته ولی در حال حاضر یک در اصلی و یک در پشتی داره. واقعا کاروانسرای قشنگیه.